به نام خداوند بخشنده مهربان. حکم لباس هایی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می شود چیست؟ اگر جنس لباسی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می شود از مو، پشم و کرک و پشم های گفته می شود که راست هستند، مثل پشم بوز و شتر. اگر جنس لباس از اینها باشد و از خوک و سگ نباشد پاک است. یک حکم شرعی دیگر در مورد لباس هایی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می شود. اگر جنس لباسی که از کشورهای غیر اسلامی وارد شده چرم باشد و ندانیم حیوانی که از پوست آن چرم به دست آمده است ذبح شرعی شده است یا نه، آن لباس نجس است، مثل پلتون چرمی و کفش چرمی، زیرا چیزهای چرمی یا از حیوانات حرام گوشت است یا از حیوانات حلال گوشتی که ذبح شرعی نشده است. اگر سوال یا پیشنهاد درباره محتوای این ویدیو داشته باشید در تگ همین ویدیو نویسید، انشاءالله که ما جواب میدهیم. بینندگان محترم، اگر میخواهید نوارهای قصه های قرآنی، احکام شرعی و نوارهای ترجمه قرآن با زبان تاجیکی را مشاهده کنید، مرحمت در کانال ما ابونه شوید.